درود دوستان عزیز، حالا ما در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف قرار داریم، یکی از مرکزهای فرهنگی تاجیکستان. میگویند که تئاتر مذکور از روز تأسیس صدها نمایش جالب و دیدنی را برای بیننده تاجیک و خارجی پیشنهاد کرده است و همه روزه هنرمندان محبوب به این تئاتر میآیند، زحمت میکشند، تلاش میکنند، صحنه‌های جالب را آماده میکنند تا برای بیننده خویش غذای معنوی بخشند. عموما بار فکر کردیم که برای آماده شدن یک نمایش چه زحمت ها در پس پرده صرف می شود، هنرمندان چی کار میکنند و عموما محیط تئاتر جوانان چگونه است. دوستان عزیز، در این برنامه ما شما را به سیر تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف میبریم و در برنامه مذکور ما را سرکارگردان تئاتر جوانان وطندار شرف همراه می‌کنیم. سلام علیکم. خوب است؟ کارتون شما است؟ سلامت باشید. خب در آغاز برنامه کمی معلومات مفصل درباره کارهایتان، درباره نقشه‌هایتان برای بیننده داده باشید و بعدا سیر خود را ادامه بدید. تشکر زیاد. بزرگ میگوید که به جهان آمدن و رفتن ما نیست هنر. به جهان آمدن و رفتن ما نیست هنر. هنر آن است که باغ شوی و آری ثمر. بهتره. فکر میکنم که انا همون باغ بالای همین صحنه تئاتر است و میوهش هنرمندا هستند که به مردم غذای معنوی میدهند و فعالیت تئاتر دولتی جوانان بسیار خوب به راه مانده شده است و ما در 2024 سه نمایش تازه ایجاد به اتمام رسانیدیم و در سال جاری یعنی 2025 علاقه نمایش نو را جنایتکاران ادیب استانی اگان رانت در تهیه سرکارگردان یعنی بنده شروع شده است. یعنی کارها رفته ایستاده است. خوب بیننده عزیز، هر نفری که به تئاتر میآید تا اونی که مثلا داخل تئاتر شود سرول همین جا میآید، با محیط تئاتر آشنا میشود. اینجا عکس‌های هنرمندان گذاشته شده است و بعدتر داخلی صحنه میشود. ولی امروز ما همین گونه اجازه را داریم که به جای‌های رویم که بیننده عادی امکان ندارد. همین طور. من شما را با محیط ایجادی اینجا و رسم‌های هنرپیشه‌ها و رهبریت تئاتر شناس کنم. خب اینجا فعالیت دارم من رهبریت و اساسگذارای تئاتر. اینجا گفتیم من هنرمندان جوان و سابقه داران و معرفیگری ملت. پیش از آن که مثلا تماشابین وارد صحنه می شود، اول از همین ها نقشه میگیره کدامش بازی میکرده باشد. خب اینجا افتخارنامه و جایزه و دیپلم هایی اینجا همون مغزی که تئاتر در فعالیت خود چه ها رو به دست آورده است، همین چیزها هستند. و تئاتر جوانان یکی از تئاترهایی است که در زمان استقلالیت بارها شرف تاجیکستان و بارها نام هنر تاجیکستان در عرصه بین المللی بالا برداشته است. خب در امریکا و اروپا و در کشورهای آسیا خب اینجا هستن همون دیپلم ها و جایزه های بین المللی که شما به دست آورده. البته انا همین چیزایی که میبینید من داخلی و هم بیرونی که داریم که مثلا در کشور قزاقستان به شاه جایزه را صاحب گردیدیم. من این طرف در شاه جایزه گردیدیم و این چونین در عمق قزاقستان با جایزه دیگر تئاتر آورد و در پرستو من در پرستو صاحب جایزه گردید، تئاتر شاه جایزه گردید. فقط شاه جایزه رفته ایستاده است. اینجا گوشه هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان جایزه داری به نام عبدالله رودکی استاد میرزاوطن میرف. من این گوشه آن کس است که در فعالیت خود چی ها رو به دست آورده است. یعنی همون کارهای ایجادیشون نمونه است، تمام فعالیت هنریشون رو در اینجا انعکاس کردن. خب همین گونه شروع می شود. البته اینجا جایی هست که هر بیننده، هر کسی که به تئاتر میاد اجازه دارد که وارد شود. ولی جایی که اجازه نیست وارد شدن. اکنون ما اون جایی می رویم که البته هنرپیشه ها یعنی هنرمندان البته از همینجا آغاز میکنن. انا از همین در واردات دیگر ممکن نیست تماشابین را. یعنی که اینجا البته محیط ایجادی است که هنرپیشه در اینجا دم میگیرد، منتظر صحنهش میشود که همین صحنه که شد من این در هست، این همینجا آغاز در است. همینجا میشینه انتظار میشود، یعنی که همون سخنش اومد، همون رپلیکش اومد وارد میشود. این صحنه در اومدن من است. یعنی برای اونها که اجازه ندارن بغیر از هنرپیشه
با غیر از هنرپیشه که در همون نمایش هست دیگر یگان کس دیگر هنرپیشه ها حتی دیگر کارمندا حتی راهبریت و سرریژیسور دیگر یک وقت حقوق نداره. تئاتر یک چیزی مهم است که مثلا در کینو میتونیم که من کنیم اثر گیریم، اما تئاتر چیزی زنده است. تماشابین خاطر روبرو هستی یک چیز اگر مینوس شود فهم که ما تماشابین رو باید دادیم. ولی یک اشتباه میتواند که الکی به ضرر کار شما باشه. خب اینجا اتاق کاری شما است. اینجا اتاق کاری سرکارگردان تئاتر، یعنی که پیش از من دیگرها بودن، انا اینجا فعالیت سرکارگردان. هر نفر یک سرکارگردان میشه. اینجا باز است. اتاق کاریش است. مرحمت، خوش اومدن. اتاق کاری شما؟ بله، اینجا اتاق کاری ما هست. همینجا بررسی ها اساسا در همینجا میشه. این چی است؟ اجازه است اینو؟ بله. ایرا میگویند اسکیزی نمایش. هر یک نمایشی که پیش از آن که صحنه میآید ما قطع رسام شیشته تحریزی میکنیم. این کدام نمایش؟ این نمایشی که نو به صحنه گذاشته ایستاده ایم. همین تصدیق شده است. همه این تصدیق شده است، یعنی که هر یک چیز این معنی داره. این دنیا است، اینا کتاب ها هستند، این خانه است، این چی اتاق کامپیوتری است که مدت چاپ میکنه. ما یک محیط تربیه خانه را، والدین را قطع پسر اینی کس کردیم در همینجا. عجیب است بیننده عزیز، این نمایشی که به زودی روی صحنه می آید و اولین جزئیات های نمایش مذکور رو ما برای شما آشکار کردیم. صحنه همین گونه می شود. خیلی بی‌صبرانه انتظاریم که زودتر این نمایش آماده شود. ما حتما شما رو دعوت میکنیم. بهترین، ما حتما می آییم. مرحمت، بیایید. اینجا جای هنرپیشه‌ها، پردازخانه میکنن، آمادگی میبینن پیش از نمایش. سلام، خوب هستید؟ بشینید کارت رو باشید. این شاگون دولت بیکوه، یکی از هنرمندان جوان، با استعداد. چیکار میکنید؟ بعد چی نمایش آمادگی میبینید؟ ҳозир намоиши нав дар таҳияи саркоргардони театрамон ватандор шеров бо номи ҷинояткорон рӯи саҳна аллакай омода дида истодаем. бояд то охири феврал намоиша баҳри тамошобин пешкаш кунем. тайёрӣ барои ҳамон намоиш. инҷо ба ҷуз шумо боз ки дар ин пардозхона? дар ин пардозхона мо чанд касе, ман, моҳпайкар ёрова, гулбиби абдулхайрова, сабзагул қурбонова, яъне бо ҳунармандони ҳирфаӣ дар ин пардозхона ҳама каса мо ҳам. чигуна аст бо ҳунармандони ҳирфаӣ дар як утоқ будан? беҳтарин аст, беҳтарин. масалан, бале, бисёр чизоро масалан ман ёд гирифтам дар вақти намоиш, яъне дар тамринҳои намоиш ҳам тарзи гирим карданро зиёд ба ман ёд додагиянд. яъне бисёр чизоро ман аз ҳунармандоне ки ними умрашон дар саҳна гузаштааст, бисёр чизоро ман ёд гирифтам ва ҳоло ҳам омӯхта истодам. чун гримҳои оддиро худатон мекунед? бале, барои намоишҳои зиёд тағйири чеҳра лозим нест, худатон мекунед? барои намоишҳои кӯдаконае ки яъне ҳам дар намоишҳои калон гирим лозим мешавад, ҳам дар намоишҳои намоишҳое ки чеҳраро тағйир медиҳанд. масалан дар намоишҳои кӯдакона ки анҷом наметавонед? не гримёр. мо инҷа алака гримёр дорем ки худаш ҳар як ҳунарпешара омода ки вазифаи асосии ӯ кас аст. гримҳои оддиро худашон алака баъзе гримҳои оддӣ ҳастанд, обшитона масалан мо метонем кардан. вале гримҳое ки ҷиддӣ ҳастанд асос ҳастанд. барои мисол намоиши бачагона масалан нақши гург мешавад, рӯбоҳ мешавад ва ёра ва ҳамон пардозгар яъне гримёр худаш мекунад ба таври ҳирфаӣ. ташаккур шогон, саломат бошед. барои кор ҳала намерасем. саломат бошед. роҳрове ки ҳунарманд ба саҳна ворид мешавад, ин тараф ба либосхонаву реквизит. ҳастое ки берун бароем? мана инҷа коргарои саҳна дар инҷа пушти саҳнаро омода мекунам, мана ин тараф он тараф ҷобаҷо мегузорам. хуб, инҷо ҳам либосхонаи шумо ҳаст, ҳам қисмати реквизит, яъне ашёҳое ки дар саҳна истифода мебаред? бале, ҳозир метонем ки аз либосхона либосҳоятонро шумо дар ҳамин ҷо дигаҳдорӣ мекунед? бале. хуб, беҳтарин. инҷо мана марҳамат ҳар як намоиш ба таври худ номуш гузоштагӣ аст. масалан намекобӣ. масалан ин ана либосҳои намоиши бачагона. хирс ва донояк. либоси то ҳаминҷа.
از نمون نمایش این خرگوشک دانا خرگوشک این دونه بچگانه بچگانه است اصلا انا این نمایش کلان است مادر مرا ببخش است و جالبی این است که از صحنه دور نیست خوبیش بله بله انتخاب میکنید رفته با کارگردان شما یعنی که راهی دور رو تعیین نمیکنه این جای رکویزیت است اشیاهایی که در صحنه لازم میشوند در همین جا نگاه داشته میشود این اپای ما اپای زهرا بیگیم سلامت باشین و همین رکویزیت های شما رو کی میسازد رکویزیت ما در اینجا رسام داریم بوتافار داریم همه چیزایی که هست هر یک سمت ما در اینجا چی داریم متخصص داریم اسکیز میکشیم و بعد رسام پیشنهاد میکنه همه چیزا را در اینجا و بیرون در چی داریم جای استخوانه داریم اون رو آماده میکنن واقعا بهترین است خب میریم از دیگر جا میبینیم این ماشینای دیوم است در اینجا پردازخانه ها هستند باز دیگر هنرمندا اینجا گفتیم استاد شادی صالح هستند شهاب‌الدین حسنف هستند نورالدین نصرالدین هستند خب در اینجا استاد غالب اسلام و حسن زاده اهل‌الدین شاید که استاد هم اینجا هستن انا استاد خودشون در اینجا الک است درود استاد سلام علیکم سلام علیکم خوش آمدید سلام خبر نرسوندید مشغول کاری بوده نه من چیه ما میکوره پیش از رپتیسیا مرمین یک اثر نو گرفته استاد من نوای قطعی شینه دوستان شما متن همین تحلیل کرده استاد خوب است اینجا شینه مرحمت تشکر ما اینجا میستیم استاد خب چی نمایش است استاد این نامش شغل شرطی است بعضا این اساساً از روی پیس از روی دراماتورگ استانی ایگان رانیت گرفته یعنی که ما اینا سررژیسور قطعی یک مصلحت کردیم همین با شرقی کردیم اینا بعد ناموی بله خاراکتر این درباره جوانان اونجا نامی نغمه جنایتکاران ما اینجا گفتیم که با یک نام دیگر کردیم فرزند جنایتکار این جنایتکار بله جنایتکار این مخصوصا درباره فرزندی میرد که در این دور زمان در این شرایط و در یک دسته جنایتکاران میافتد اگر در خانهشون همه چیز مهیا است همه چیز است دارایند لیکن وقتی که در اویله مناسبت ویران است بین پدر و مادر یعنی تاثیر با همون بچه مکتب خوان صنف 11 میخواند این تاثیر با همین دسته دزدان دسته غارتگران وارد میشود یک نمایش تربیوی است البته خب شما چه نقش دارید اینجا ما اینجا نقش یک کارمند وزارت داخلی یعنی همون نظامی هستید نظامی همون مایور هست و همین دسته رو میکنند و بعد همچون مفتش بازپرس میکند گناه چیزی گناه رو معین میکنند و خیلی بعد چیزی که پر کردن دیلاشون با سود میتن سود اون طرفش با چیزی گناه با گناه هر کس با گناه با جزا میتن جزای محرومی میتن یکی این اثر بسیار لازمی است خب بیاید استاد بیاید جزئیات زیاد باز نکنیم چون برای بیننده هم جالب بشود که بداند که چی میگذره تمام سرازها رو فوش نکنیم وقتی تیار کردیم بعد تماشا میکنیم واقعا سلامت باشه استاد برای کار باشیم بیشتر یک چایتون استاد یگان وقت دیگر شما کارتون را انجام دید حتما که ما می‌خونیم خسته نباشید سلامت باشید خب مونده نباشید خوش آمدید بهترین خب خسته نباشید تشکر اینجا برده مینگویف یکی از اساتذه‌های همین تئاتر است من از لباسش معلوم است سلام علیکم استاد استاد خوب هستی تشریف ندادیم ما از تلویزیون ما خبرگیری اومدیم کار زیاد نه خسته نباشید تشکر چی میخونید استاد من هم چیز عجایبات این هم کمدیا هم وای صفا حلیمی خانم‌ها از زور و یک خیل وای درباره همش کمدیا شما ژانر کمدیا دوست می‌دارید استاد عزیزت من نمایش من همش کمدیا تشکر هم کمدیا هم تراژدیا بهترین شما استاد خدا دیدم یک سوال داشتم همین شما یکی از نفرای هستید که برای تأسیس همین تئاتر سهم گذاشته اید چه سالها بود نمیگویم
از ما خودم تعریف کردن نه استاد شما خدا را تعریف نکنید نه همون سوال نمیگویم با خدا که نه میدونید در مدت قریب 1 ماه 500 تا شاگرد من تیار کردگی این خیلی در تمام دنیا کار میکنن در روسیه در تاجیکستان در باشقیریه ترکیه انا همون جا حاضر از 7 ساله تا 77 ساله من شاگرد جیغ زده ایستادم در تئاتر همینجا با همینجا دورم بخورم تئاتر نورستان با نورستان سر کار داره تربیت میکنه در روحیه از 7 ساله تا 77 ساله اگر پرسم که چی میخواین 77 بعد من گپ میزنم با یودا برای چی 77 تشکر سلامت باشی خسته نباشی اینجا کدام قسمت هست؟ اینجا این طرفش قسمتی که در هر یک نمایش موسیقی میمونند. من این آماده است ردیسی همین چی است تئاتر است که از اینجا علاقه صحنه پر نمایان است صحنه ها رو میآموزند وابسته به همون صحنه خوب اینجا موسیقی میگذارن در کدام صحنه موسیقی لازم است. بله خوبیش همین است که تماشابین اینها رو نمیبینن یا تماشابین و هنرمندا رو میبینن. بهترین اینجا قسمت نورپردازی نورپردازی است. از اینجا اینا که ما متخصصی همین ساحه هستند. هر یک نمایش در هر یک دیتال و هر یک تاریکی و روشنی که در نمایش میشود در کدام صحنه میشه در چی میشه این از اینجا بحث داره یکم دیوم سیوم چهارم پنجم هر یک بحث داره از همینجا من این خطی هنرمندا کار میکنه. بهترین خب در عموم یک کاری دست جمعی است کاری تئاتر البته به دست جمعی نمیشود هم هنرمندان هم کارگردان هم سویت هم لباسا هم کارگری صحنه هم موسیقی همه یک جای تولد میکنن یک نمایش. اونجا حالا تمرین رفته است میشه فایم فرویم البته رفته. خب بهترین سلامت باشه رحمت. اساس درآمدگاهی که برای تماشابین همین دو در هستند ولی از پهلو دو در دیگه هم هست دو در دیگه است که مهمانایی که از میان و یورا ما از اونجا وارد میکنیم. من مرحمت به صحنه وارد میشه. آمادگی به همون نمایش نوی که ما حاضر روی صحنه وارد ایستادیم مشق همین نمایش رفته ایستاده است. ما لحظه به لحظه هر صحنه رو علاهیده با هر هنرمند کار میکنیم. این کاری مثلا یک چیز به صحنه گذاشتن بسیار کار دشوار است. برای روی صحنه آمدن یک نمایش چند وقت صرف میشه؟ تقریبا 2 ماه طول میکشد. وابسته نمایش است. این نمایش که کلاسیکی است نمایش اثری بسیار دشوار است همین مدت 2 ماه میکشد. اثرهایی هست که سادگی در مدت 15 روز تا 30 روز اینا ما صحنه گذاشته میتوانیم. بله بهتره. باز بالای کدام صحنه کار رفته؟ ما بالای صحنه که جنایتکاران وارد خانه همون پسرکی که راهگم زده است و زادروز داره. در همین زادروزش همین جنایتکارا اینا در یک جا میشینن در یک کافه بر این شناس میشه و میگه زادروز ما اینا رو دعوت میکنن اما پدر و مادر این بیخبر است. در خانه یک شب نشینی اما پدر و مادر نخواست وارد میشن و بچه‌شون مست میبینن در خانه خودش و این دهشت میبینن. بعد میگن که ما در کجا بودیم که بچه ما به این روز رسید. من نمیتوانم دیگه درباره این نمایش بگم که همه سیر نمایش گفته ایستادیم. بهترین تشکر زیاد خسته نباشید. خب واقعا جالب است. میدونید بغیر از اونی که خود نمایش رو ببینید تماشا کنید همچنین حالت‌های تمرین نیز جالب است برای ما چون وقتی گاهی ما به تئاتر میایم حالت تمرین رو میبینیم همون حالت رو تماشا کردن کارگردان با خود هنرمندان از آنها مثلا خواهش‌های خود رو طلب کردن این هم جالب است. یک چیز دیگر نکته گران من پیشنهاد کنم که هر یک پرسوناژی که ما در اینجا انتخاب کردگیم هر یک پرسوناژ کارگردان ایده خودش به هنرمند پیشنهاد میکنه. انتخابی که ما کرده ایم موافق آمده ایستاده است. وقتی من در رفتی کار میبینه کارگردان علاوه موافقت میکنه. مثلا خیرس من همون اهلدین است من فیلسوف اینش مثلا عثمان همون نمای تاجیکی مدل لیلا
هر یک چیز خاراکتری همون موافقت هنرمند میدیم چی در کینو باشه چی در تئاتر باشه اگر که ما این انتخاب درست کردیم فهم که این بردی ما است. خوب تشکر وطندار. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم نور دیدن تاج سر. تشکر زیاد. بزرگ میگوید که ما زنده به آنیم که در صحنه بمانیم شادیم که در صحنه و در یاد تو مانیم. خوش آمدید. تشکر زیاد. دوستان عزیز ما این برنامه رو از تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحدوف تهیه کردیم. شما نیز آگاه گشتید سیر تئاتر نمودید و با محیط زیبا و غیر عادی تئاتر جوانان آشنا گشتید. همینجا به انتهای برنامه رسیدیم و شما روزگار خوش تمام داریم تا دیدار دیگر خیر. جنایتکاری در غرب یکی از واسطه‌های بزودی ثروتمند شدن حبس نشستن است. یونوس پول چیست؟ حتی پدرم میگوید که وقتی تو پول داری تو شاهی شاه. یونوس اندیشه های فلسفی تو درباره حیات نفرت انگیزن. راست. میفهمی نفرت انگیز؟ تمامی حیات خودش نفرت انگیز و بی معنی است. آمدم. نسیم